دکتر صاحبان و محصلین محترم سلام. یک بار دیگر مصاحبه با یک لکچر کوتاه یا ویدیوی کوتاه در مورد معاینه اپندیسیت ها در اولتراساوند برای شما در خدمت شما هستم. معاینه اولتراساوند در هر جای قابل تطبیق است و برای خصوص نزد اطفال، نزد کسایی که بیمیش پایان است، خیلی میتونه در تشخیص اپندیسیت ها کمک کنه. این معاینه طریقه اجرایش ما و به طریقه‌ای که باید اجرا شود برای شما در این تصویر نشان دادیم. ما از پروب‌های مختلف استفاده میکنیم. پروب کورولینر که عبارت از پروب منحنی است و اکثرا بین 2 تا 6 مگاهرتز اینا فرکانس داره و بسیار پنتریشن خوب داره. از اون میتونیم استفاده کنیم. در کسایی که بسیار خرد هستن به شمول اطفال میتونیم حتی از پروب‌های لاینر که فرکانسیش بالاتر است و پنتریشنش هم کمتر است میتونیم استفاده کنیم. خوبی پروب لینری است که در ساحه‌ای که اینا پنتریشن داره که در اونجا میتونیم بسیار خوبی و بسیار وضاحت میتونیم از نظر کوالیتی ایمیج یا تصویر بهتر ببینیم و قابل ملاحظه قرار بدیم. برای تعیین موقعیت اپندیکس اولا باید مریض با استجای ظهری قراره که در شکل است دیده شود. با این خاطر ما از چندین به اصطلاح مانورا اجرا میکنیم. از قسمت اطراف طرف راست ناف شروع کرده به طرف دیوال لترال میریم تا ای که اگر در این ساحه اپندیکس ببینیم در غیر از او اطراف، یعنی به طرف لترال یا وحشی قسمت از کولون ترانسورس و تا سیکم میرسانیم خدا. به ترکیب از او در قسمت داخلی پایانتر میبینیم. بعضی اوقات به صورت نرمال اپندیکس در موقعیتی که باید باشه در این ساحه نیست. میتونه ریتروسیکل موقعیت داشته باشه، میتونه پیشروی سیکم موقعیت داشته باشه، میتونه بالای موقعیت نرمالش که اکثرا بالای از الیپس واس است موجود باشه. به او خاطر باید ما موقعیت اپندیکس پیدا کنیم. این از مانوراهایی است که ما توسط پروب خود بالای شکم مریض اجرا میکنیم. اگر در این حالت ما نتونستیم مریض ما درست به اصطلاح موقعیت اپندیکس پیدا کنیم، مریض ما باید تقریبا به زاویه 45 درجه به طرف مقابل یا طرف چپ خواب میخوابونیم، چون که تصویر ده شده تا ای که ما این ساحه را ما به خوبی بتونیم قابل رؤیت بسازیم. تصویر از اینترنت است و تصویر از جای کاری من نیست. پروبایی را که گفتم پروب لاینر که بین 4 تا 12 مگاهرتز است، از استفاده میکنیم برای اطفال. برای کسایی که نسبتاً بزرگ هستن و کاهل هستن میتونیم از پروب کورولینر استفاده کنیم. اپندیسیت توسط اولتراساوند باید شکلی باشه که اگر ما را پرس کنیم، وقتی که اپندیکس ما پیدا کردیم موقعیتش و بالش فشار آوردیم، وقتی که فشار بیاریم از 6 میلی باید بزرگتر باشه تا این ما اپندیسیت هات باید بگوییم. در غیر از او میتونه اپندیکس نرمال تا 6 میلی از خود به اصطلاح مقاطر خود داشته باشه. سنسیتیویتی معاینه اولتراساوند نزد کسایی که اجرا میشه در حدود 86% است. نزد کسایی که نرمال پیششان واقع میشه 91% ما میتونیم بگوییم که پیش نفر نرمال است اگر ما نرمال دریافت کنیم، که یک معاینه است که قابل اعتماد است. از نظر از اینکه موقعیت اپندیکس باید تعیین کنیم، باید پیدا کنیم اول اپندیکس در کجاست. اپندیکس وقتی که در قسمت رایت لور کوادرانت وقتی که ما اولتراساوند خود میمونیم پروبش میبینیم، اول پیدا کنیم موقعیت کاوا وینا ایلیاک طرف راست، ارتریا ایلیاک طرف راست از الیپس واس پیدا کنیم و در بعض اوقات با سیکم موقعیتش برای ما کمک کننده است. اینجا ما میبینیم خیال اپندیکس که در قسمت قدامی ارتریا ایلیاک طرف راست و همچنان از الیپس واس قرار داره. این ما میتونیم اونجا فشار بدیم و اندازه‌اش ببینیم. این نمونه کالرایزش است که بسیار خوبی میتونید شما ببینید که موقعیت ها و اعضای مجاوره. باید زاویه پروب خود به شکل 90 درجه بالای همین ساحه‌ای که ما میبینیم تغییر میدیم و میبینیم که یک بلایندد یا یک روده کور ما پیدا کنیم که قسمت ختم داره. در غیر از او اگر روده به اصطلاح پیدا نشه ختمش، نمیتونیم بگوییم که این اپندیکس است، شاید یک ایمای رقیقه باشه. و اینجا هم با بسیار منظره رنگ‌آمیزی شده میتونیم به خوبی ببینیم. وقتی که پیدا کردیم اپندیکس بالایش در این موقعیت هم فشار میدیم و اگر 6 میلی بزرگ بود اپندیسیت است. در غیر از او میتونه نرمال باشه. به بسیار خوبی اپندیکس اینجا پیدا کردیم. وقتی که بالایش فشار میدیم باید اندازهش از 6 میلی ما بزرگتر دریافت کنیم.
موقع را میتونیم پس دوباره تغییر بدیم. این مریض اپندیسیت هات پیش موجود است به خاطر از اینکه لومنش داخل لومن است و همچنان جدارش یک اندازه پویندگی داره و موقعی که بعد از اینکه فشار دادیم از 6 میلی بالا است، تقریبا به 1 سانتی خود رسانده، به خاطر که اینجا ما میبینیم اندازه به اصطلاح عمق خود که هر فاصله سانتی متر با هم دیگر به این فاصله به اصطلاح فاصله داره و خود اپندکس تقریبا رسانده خود به 1 سانتی. پس به این خاطر میگیم که اپندیسیت پیش مریض موجود است. در بعضی حالات ما میتونیم پیدا کنیم موجودیت سنگ موجودیتش به خیال هایپریکوژن است که امکان داره که سیاهی هایپوایکویک درش موجود باشه و موقعیتش داخل انترالومینال باشه و در قسمت پایانترین قسمت قرار میگیره. همچنان خیال هوا میتونه که هایپریکوژن باشه. هایپریکوژن بودن هوا در فرقش همی است که هوا خیال عقیبی یا سایه سیاه نداره و برخلاف سنگ سایه بسیار درت شادو داره و در قسمت بالایی یا فوقانی قرار میگیره. از طرف دیگه وقتی که ما سنگ دریافت کردیم میتونیم به خوبی از منظرهای مختلف از مقطعهای مختلف ببینیم. شما متوجه شوین در این قسمت وقتی که ما خیال هایپریکوژن یا سفید داریم در خط میزی یک سایه سیاه رنگ بسیار کوچک دیده میشه که نشان دهنده سنگ است و موجودیت در داخل لومن و همچنان بزرگی خود اپندکس نشان دهنده اپندیسیت است. ماینه را میتونیم زیادتر سنتسیو کنیم به این معنا که وقتی ما کلر دوپلر را بالاش چالان میکنیم میبینیم که ساحه هایپریمیک است و یک اندازه رگای کوچک دیگه موجود است. البته باید ما امو اندازه خود کلر دوپلر خود همچنان تعیین کنیم. بعض وقت میشه که او رو باید تو بتیم به شکلی که تا که انساج عمومی فرق کنه نسبت به ساحه‌ای که مورد دیدن ماست و بر ما نشان بده که هایپریمی است. نزد این مریض تقریبا از 4 به اصطلاح کالر ما نشان میده 4 سانتی متر فی به حساب سرعت انتشار مایع را نشان میده در خط خون است و این دلالت به این میکنه که ما هایپریمی ساحه را داریم. دکتر صاحب محترم، اگر این معاینه برای شما کمک کننده هست و میفهمین برای دکتر صاحب و محصلین خصوصا استاجرها کمک میکنه در تعیین تشخیص مریضا و سورتینگ مریضا برای عملیات، لطفاً کمک کنین و این را به دیگر دوستایتان هم برسانین و با چینل ما سابسکرایب کنین. چینل خودم ما طور ساختیم که ما بعد از این خصوصا بخش معاینات اولتراساوند بسیار به شکل کلیپ های کوتاه براتون تهیه میکنم و تقدیمتان میکنم. روز و شبتان خوش. خداحافظ.